خلاصه کتاب روابط از دست رفته، نوشته جوهان هاری. به احتمال زیاد شما یا خودتون تجربه افسردگی رو داشتید یا حداقل کسی رو میشناسید که با این مسئله دست و پنجه نرم کرده. افسردگی اتفاق خیلی عادی توی دنیای مدرنه. علتش هم اینه که دنیای ما یه دنیای رقابتی و شلوغه که بین ما و بقیه آدما فاصله میندازه. نویسنده این کتاب یعنی جوهان هاری به ما میگه که دلیل اصلی افسردگی تا به امروز هیچ وقت به درستی بررسی نشده. چون شرکت‌های داروسازی دوست دارن به ما بگن که دلیل اصلی مشکلات ما عدم تعادل شیمیایی مغزمون هست و راه درمانش هم داروئه. اما ما توی این خلاصه کتاب میفهمیم که واقعا دلیل اصلی افسردگی چیزهای دیگه ای هستن. ضربه‌های روحی، احساس تنهایی، ارزش‌گذاری اشتباه روی پول و جایگاه یا حتی یه محیط کاری بد، همه اینها میتونن خیلی راحت تبدیل به دلیلی برای افسردگی ما بشن. اما باید بهتون بگیم که جای نگرانی نیست، چون برای هر کدوم از این مشکلات میشه راه حل پیدا کرد. ما توی این خلاصه کتاب فقط علتهای افسردگی رو بررسی نمی‌کنیم، بلکه راه حل‌هایی هم به شما میدیم تا بتونید امید و خوشحالی رو به زندگیتون برگردونید. نویسنده کتاب رو با داستان زندگی خودش شروع میکنه. جوهان خوردن داروهای ضد افسردگی رو توی سن 18 سالگی شروع کرد، اما افسردگیش سالها قبل از این شروع شده بود. جوهان به خاطر میاره که چطور وقتی هنوز یه بچه بوده گاهی پیش میومده که توی اتاقی تنها باشه و نتونه گریه خودش رو کنترل کنه. بزرگتر که شده فهمیده که این نشونه افسردگیه، پس برای درمان شدن رفته سراغ یه دکتر. این دکتر هم بهش توضیح داده که افسردگی به دلیل عدم تعادل شیمیایی درون مغز ماست و این موضوع رو میشه با داروهای ضد افسردگی درمان کرد. از سن 18 سالگی به بعد جوهان شروع به مصرف قرص پاکسیل میکنه. این یکی از قرص‌های مهار کننده بازجذب سروتونین هست که به اختصار بهشون قرص‌های SSRI هم میگن. اگر بخوایم ساده توضیح بدیم، باید بگیم که این قرص‌ها باعث میشن سطح سروتونین آدم‌های افسرده افزایش پیدا بکنه تا به میزان طبیعی خودش توی بدن برسه. درست مثل خیلی های دیگه وقتی جوهان مصرف این دارو رو شروع میکنه، اوایلش احساس آرامش بیشتری به دست میاره، ولی خیلی زود این تاثیرات کوتاه مدت از بین میرن. پس دکترش دوز دارو رو افزایش میده. جوهان دوباره یک دوره کوتاه از آرامش رو تجربه میکنه، ولی باز افسردگی برمیگرده و یک بار دیگه دکترش دوز دارو رو افزایش میده و این روند تا مدت‌ها ادامه داشته. جوهان توی این مدت فقط از یه چیز مطمئن بود، اینکه پاکسیل باعث شده چاق‌تر بشه و تعریق بدنش بالا بره. در نهایت توی 30 سالگی، یعنی بعد از 10 دهه مصرف قرص پاکسیل، به خودش میاد و میبینه که همچنان افسرده است و وقتی این رو میفهمه شروع به یه تحقیق گسترده درباره دلایل افسردگی و تاثیر داروهای ضد افسردگی میکنه و توی این مسیر چیزهایی رو میفهمه که واقعا شوکه کننده بود. جوهان وقتی سراغ محقق‌های مختلف میره متوجه میشه که شواهد خیلی کمی مبنی بر این وجود داره که علت افسردگی عدم تعادل مواد شیمیایی بدنه و داروهای ضد افسردگی میتونن توی این مسئله کمک کنن. در اواسط دهه 90 میلادی یه پروفسور از هاروارد به اسم ایروین کرش شروع به بررسی دقیق تحقیقاتی میکنه که درباره قرص‌های ضد افسردگی انجام شده. این پروفسور میفهمه که تست‌های کلینیکی که شرکت‌های داروسازی انتشار میدن معمولاً خیلی از واقعیت‌ها رو مخفی میکنن. همین جوری هم هست که داروهاشون تایید میشه. برای مثال داروی پروزک روی 245 بیمار تست شده، اما توی گزارش این تحقیق فقط به 27 از اونها پرداخته شده که این دارو روی اونها نتایج مثبتی داشته. توی گزارش بدون ویرایش داروی پاکسیل هم گفته شده که بیمارها به دارونما بهتر از خود دارو واکنش نشون دادن. این یعنی اونایی که داروی واقعی رو دریافت نکردن اما فکر می‌کردن که داروشون واقعی بوده بیشتر نتیجه گرفتن. کرش همینطور در مورد این ادعا که بین افسردگی و ماده شیمیایی سروتونین توی مغز ارتباطی وجود داره هم تحقیقاتی انجام داده و فهمیده که این موضوع یک تصادف تاریخی بوده. یعنی دانشمندا به اشتباه آزمایش‌های خودشون رو تفسیر کردند و بعد هم شرکت‌های داروسازی از همین نتیجه‌گیری اشتباه برای فروختن داروهاشون بهره بردن. یکی از پروفسورهای دانشگاه لندن به اسم جوانا مانکریف موقع صحبت با نویسنده کتاب گفته که هیچ مدرکی مبنی بر این وجود نداره که علت افسردگی عدم تعادل شیمیایی در مغز ما باشه.
متاسفانه باید بگیم که هضم این قضیه برای جوهان واقعا سخت بود. خب هر چی نباشه 10 سال از عمرش رو به مصرف این داروها گذرونده بود. اما حالا با هر محققی که صحبت میکرد یه حرف ثابت میشنید، اینکه شرکت‌های داروسازی یه داستان الکی ساختن تا بتونن داروهای خودشون رو بفروشن و تست‌ها نشون داده که این داروها تاثیر زیادی روی افسردگی نمیذارن. در واقع چیزی که باعث میشه داروهای افسردگی موثر باشن قدرت داستانه، نه تاثیر واقعی خودشون. وقتی ذهن ما باور کنه که این داروها موثرن، به خودش تلقین میکنه که داره بهتر میشه و اینجوریه که ما خیال میکنیم دلیلش داروهامون هستن. جامعه پزشکی به خوبی از قدرت تلقین و دارونماها آگاهه. یه داستان معروف هست از آدمی به اسم هنری بیچر، پزشکی که در جنگ جهانی دوم خدمت میکرده و وقتی میبینه داروی مورفین تموم شده تصمیم میگیره این موضوع رو از سربازهای زخمی مخفی کنه. به جای اون بهشون محلول آب و شکر میزده، اما میگفته که مورفینه و به طرز معجزه آسایی این تزریقا همچنان باعث میشده درد این سربازها کمتر بشه. یه داستان که حتی از این هم عجیب تره داستان چوب جادویی هیگارس هست. یه چوب که توی سال 1799 به عنوان درمانی جادویی برای بیماری‌ها فروخته میشد. فقط کافی بود این چوب رو روی نقطه درد بکشید و ایمان داشته باشید. احتمالاً بتونید نتیجه رو حدس بزنید. مردمی که این داستان‌ها رو باور کرده بودن واقعاً اثرات بهبود رو توی خودشون می‌دیدن، حداقل برای یه دوره کوتاه. همین داستان‌ها به خوبی قدرت باور رو به ما نشون میده. حالا اگر به داروهای ضد افسردگی زیر ذره‌بین نگاه کنیم، متوجه میشیم که دقیقاً مثل چوب جادویی هیگارس کار میکنن. به یه آدم افسرده میگن که سروتونین مغزش کمه و یه دارو میتونه این مسئله رو حل کنه. این آدم هم که همه این توضیحات رو باور کرده، به خودش تلقین میکنه و در نتیجه توی کوتاه مدت نتایج مثبتی میگیره. اینجا ممکنه با خودتون بگید که پس این داروهای تاثیر مثبتی دارن و حالا خیلی اتفاق بدی هم نیفتاده. اما عوارض جانبی این داروها چی میشه؟ عوارضی مثل چاقی و مشکلات جنسی. آیا واقعا مزایای کوتاه مدت این داروها به عوارض بلند مدت اونها میچربن؟ تا اینجا فهمیدیم که داروسازها داشتن تا الان به ما اطلاعات غلط میدادن. حالا بیاید با هم دیگه بررسی کنیم که واقعا ریشه افسردگی چیه. توی سال 1970 یه محقق به اسم جورج براون این فرضیه رو مطرح کرد که دو چیز میتونه باعث افسردگی بشه، یا اتفاقاتی که توی مغز میفته یا اتفاقاتی که توی زندگی آدم‌ها میفته. برای اینکه از این موضوع مطمئن بشه، اومد 166 تا زنی که دکترها تشخیص داده بودن افسردن و 344 تا زنی که افسردگی نداشتن رو مقایسه کرد و دقت هم داشت که همه این زنها شرایط اقتصادی مشابهی داشته باشند. اگر دلیل افسردگی فقط سطح سروتونین بدن بود، پس طبیعتاً تجربه های این آدم‌ها توی زندگی نباید اثری روشون می‌داشت. اما براون فهمید که 68% از زنای افسرده به تازگی اتفاق ناگوار رو توی زندگیشون تجربه کرده بودن. براون بعد از این درباره تفاوت بین کسایی که افسردگی واکنشی داشتن، یعنی یک رویداد باعث افسردگی اونها شده بود، و کسایی که افسردگی درونی داشتن، یعنی حالتشون ناشی از مواد شیمیایی بدن بود، تحقیقات بیشتری انجام داد. نتایج این تحقیقات واقعا جالب بود. هر دوی این دو گروه به یک میزان توی گذشته خودشون تجربه‌های منفی داشتن. به بیان دیگه، براون شواهد محکمی پیدا کرد که نشون میداد دلیل اصلی افسردگی دلایل روانی و اجتماعی هستند، نه دلایل بیولوژیک. شواهدی که حتی خودش رو هم شوکه کرد. براون این نتایج رو توی سال 1978 چاپ کرد و حتی با وجود اینکه بعدها تحقیقات سایر دانشمندا هم یافته‌های اون رو تایید می‌کرد، همچنان جامعه پزشکی به لجبازی خودش ادامه داد و اصرار داشت که علت افسردگی به درون مغز ما برمیگرده. حالا بیایید علتهای دقیق افسردگی رو با هم بیشتر بشناسیم. نویسنده کتاب بر اساس تجربه خودش و همینطور صحبت با محقق‌های مختلف تونسته 9 تا دلیل اصلی برای افسردگی پیدا کنه. دلایلی که همشون به قطع ارتباط ما با جهان اشاره میکنن. در کنار این موضوع 7 تا روش مختلف هم به ما داده که بتونیم این ارتباط رو دوباره ایجاد کنیم. اولین دلیل افسردگی قطع ارتباط ما با کار معناداره. توی یه نظرسنجی که در سال 2011 و 2012 میلادی انجام شد، فهمیدن که فقط 13% از مردم هستن که خودشون رو واقعاً علاقه‌مند و درگیر کارشون میدونن. آماری که شیوع افسردگی توی دنیای ما رو به خوبی توضیح میده. توی دهه 1970 توی لندن، روانپزشکی به اسم مارمت یکی از جامع‌ترین تحقیقات درباره تاثیر کار روی سلامت روان ما رو انجام داد.
مارمت اومد وضعیت 18,000 کارمند دولت اروپا را بررسی کرد و فهمید که برخلاف تصور عمومی شانس اینکه مدیرها دچار حمله قلبی بشن 4 برابر کمتر از بقیه آدماست. پس باید بگیم که این فکر که مدیرها احتمال سکتهشون بیشتره چون به خاطر مسئولیت زیاد تحت فشار هستن کاملا غلطه. مارمت در قدم بعدی میخواست بفهمه که چه کسی بیشترین افسردگی و استرس رو تجربه میکنه. پس اومد آدمایی رو زیر ذره بین گذاشت که از نظر حقوق، جایگاه و حتی فضای کاری توی یه سطح بودن. نتایج کاملا مشخص بود. آدم‌هایی که توی کارشون کنترل و قدرت کمتری برای تصمیم گیری داشتن، بیشتر افسرده می‌شدن. حالا واقعا نداشتن کنترل چقدر میتونه تاثیر بد بذاره؟ سالها بعد از مارمت درخواست میشه که به یه سازمان مالیاتی بریتانیا کمک کنه، چون نرخ خودکشی کارمندهای این سازمان به طرز وحشتناکی زیاد بوده. وقتی مارمت موقعیت رو بررسی میکنه، دلیل این موضوع براش مشخص میشه. توی این سازمان همش کار روی کار اضافه میشده و کارمندها مدام از کارشون عقب‌تر میافتادن. از اون طرف هم هیچ پاداشی برای زحمت بیشتر آدم‌ها وجود نداشته. انگار برای هیچکی مهم نبوده که کارمندها دارن سخت تلاش میکنن یا اینکه وقتشون رو به بتالت میگذرونن. مارمت نتیجه میگیره که این حس ناتوانی در کار برای آدم‌ها انقدر عذاب‌آور میشده که دست به خودکشی میزدن. خوشبختانه راههایی هست برای اینکه دوباره اتصال خودمون با کار معنادار رو برقرار کنیم. نویسنده کتاب توی بالتیمور با صاحب یک دوچرخه فروشی آشنا میشه که راه حل این مشکل توی کارو پیدا کرده بود، یعنی دموکراسی. این آقای که اسمش هم جاش بوده یه روزی تصمیم گرفته که با همسر و دوستای خودش یه فروشگاه دوچرخه بزنه. پس همه اونها از کار قبلی خودشون استعفا دادن و توی این کسب و کار شریک شدن. هر هفته هم یه جلسه برگزار میکنن تا درباره تصمیم‌های مهم رأی بگیرن و اینجوری هر کس میتونه راجع به مشکلاتش صحبت کنه. وقتی که نویسنده با این آدم‌ها صحبت کرد، متوجه شد که همشون توی این کار جدید استرس و افسردگی کمتری دارن. مثلا همسر خود جاش یعنی مردیس به نویسنده گفته که وقتی کارمند بوده همیشه ترس و اضطراب داشته و شبها نمیتونسته راحت بخوابه، اما الان دیگه این مشکلات رو نداره. حالا بریم سراغ دلیل دوم، یعنی قطع ارتباط ما با آدم‌های دیگه. مشکلی که با تمرکز روی روابط سودمند میتونه حل بشه. متاسفانه توی دنیای مدرن خیلی روی فردگرایی تاکید میشه. کتاب‌های خودیاری به ما میگن که فقط خودمون هستیم که میتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم. شبکه‌های اجتماعی هم پر شده از جمله‌های انگیزشی مثل اینکه خودت بلند شو چون کسی قرار نیست کمکت کنه. اما متاسفانه این نگاه فردگرایانه معمولاً تاثیر عوامل خارجی روی روح و روان ما رو نادیده میگیره. روابط ما یکی از تاثیرگذارترین عوامل توی زندگیمون هستند و وقتی که توی این روابط دچار مشکل بشیم و ارتباط ما با دیگران قطع بشه، خیلی راحت توی سراشیبی افسردگی میافتیم. احساس تنهایی یک نقش اساسی توی اضطراب و افسردگی ما داره. عصب شناسی به اسم جان کاسیوپو ثابت کرده که تنهایی مستقیما توی افزایش ضربان قلب و سطح بالای کورتیزول که یه هورمون استرساز تاثیر داره. تحقیق‌هایی که کاسیو توی دهه 1990 انجام داد مشخص کردند که تنهایی حاد به اندازه وقتی که یکی یه مشت میکوبه توی صورتمون استرس ایجاد میکنه، اونم یه استرس دائمی. البته تنهایی خطرناکتر از اون چیزیه که فکر میکنید، چون خیلی راحت میتونه هر موقعیت بدی رو بدتر کنه. وقتی شما ناراحت میشید طبیعیه که به درون خودتون پناه ببرید. پس تنهایی هم به دردهای دیگه‌تون اضافه میشه و اضطرابتون از قبل بالاتر میره. اما حالا راه حل چیه؟ برای اینکه ارتباط خودمون با دیگران رو دوباره بازسازی کنیم، باید به ذات قبیله‌ای خودمون احترام بذاریم و تبدیل به عضوی از یک اجتماع بشیم. اجتماعی از آدم‌ها که با هم به اشتراک میذارن، به هم کمک میکنن و مراقب هم هستن. برای اینکه بفهمید کنار هم بودن آدم‌ها تا چند اندازه اتفاق فوق‌العاده‌ای هست، بذارید یه داستان تعریف کنیم. داستان یه محله توی برلین به اسم کوتی. ماجرا توی سال 2011 شروع شد، یعنی وقتی که اجاره خونه‌های محله بالا رفت. اینجا بود که یک زن مسن ویلچری به اسم نوریه که از پس اجاره جدید برنمی اومد، یه اعلامیه روی برد ساختمون خودش زد. توی این اعلامیه گفته بود که ترجیح میده خودکشی کنه تا اینکه مجبور بشه خونش رو خالی کنه. جالبه بدونید که همین اعلامیه باعث شد که کم کم اعتراضات شروع بشه. اعتراضاتی که از این آپارتمان شروع شد و کم کم آدم‌ها از هر قشری که فکرش رو بکنید بهش پیوستن. از بچهای پانک با موهای تیغ تیغی گرفته تا مسلمانای ترکی که به این کشور مهاجرت کرده بودن.
اسم این جنبش هم گذاشتن جنبش کوتی و شرکا. نکته جالب اینجاست که این جنبش کم کم تبدیل به چیزی بزرگتر شد. مردم اون محله شروع کردن توی زمینه‌های دیگه هم به همدیگه کمک کردن. مثلا یه پسر دبیرستانی که به خاطر نمراتش داشت از مدرسه اخراج میشد، توی همین اعتراضات با یه همسایه آشنا میشه که توی درس بهش کمک میکنه و نمرات خودش رو بهتر میکنه. یا وقتی که یه مرد بی خانمان به اسم تونکای رو به زور میبرن آسایشگاه روانی، بقیه میرن و درش میارن، چون دیده بودن که چطور بخشی از این جنبش بودن باعث شده که حال اون بهتر بشه. سومین دلیل افسردگی اینه که ما ارتباط خودمون با ارزش‌های معنادار رو از دست میدیم و دیگه نمیدونیم چی توی زندگیمون مهمه. توی یک کمپین تبلیغاتی اومدن از عکس یه زن لاغر و خوش‌اندام استفاده کردن و زیرش نوشتن آیا برای رفتن به ساحل آماده ای؟ خیلی زود آدما شروع کردن به مفهوم این تبلیغ و انتظاری که از زنها ایجاد می‌کرد اعتراض کردن. در نتیجه فشار اعتراضها این تبلیغ متوقف شد، اما همچنان حس بد مردم به تبلیغات باقی موند، به حدی که یه سری شروع کردن با اسپری زیر پوسترهای تبلیغاتی این شعار رو نوشتن که تبلیغات گند میزنه به ذهنتون. تا الان تحقیقات علمی مختلفی انجام شده که این نظر رو تایید میکنن. اینکه جامعه مصرفگرای ما باعث شده که از ارزش‌های معنادار زندگی خودمون دور بشیم و در نتیجه افسردگی بگیریم. در واقع ما از ارزش‌های درونی به سمت ارزش‌های بیرونی رفتیم. اما حالا فرق این دوتا چیه؟ اگر شما پیانو بنوازید چون خوشحالتون میکنه، پس انگیزه شما یک ارزش درونیه. اما اگر پیانو بزنید تا پول گیرتون بیاد، اون وقت انگیزه شما یک ارزش بیرونیه. باید بگیم که اهداف ما توی زندگی میتونن تحت تاثیر هر دو نوع این ارزش‌ها باشن. کلی تحقیق به ما نشون داده که تبلیغات ما رو به سمت ارزش‌های بیرونی سوق میده که ثابت شده برای ما پاداش و حس رضایت کمتری به وجود میارن. یه روانشناس به اسم تیم کسر چندین بررسی انجام داده که نشون میده هر چقدر یک آدم بیشتر ذهنیت مصرفگرا و ارزش‌های بیرونی داشته باشه، بیشتر هم افسرده میشه. اما از اون طرف وقتی که یه آدم روی اهداف درونی تمرکز میکنه، مثلا اینکه به بقیه کمک کنه یا تبدیل به یک نوازنده بهتر بشه تا بیشتر لذت ببره، حال و هواش به طرز قابل توجهی بهتر میشه. حالا ممکنه با خودتون فکر کنید که خریدن یه آیفون جدید باعث خوشحالیتون میشه، اما اینجا لازمه یک سوال رو از خودتون بپرسید: چرا این موضوع منو خوشحال میکنه؟ وقتی که ما همش هول و بلای خرید جدیدترین دستگاه‌ها و کالاهای دیگر رو داشته باشیم، معمولاً برای اینه که میخوایم آدم خفنی به نظر بیاییم و بقیه رو تحت تاثیر قرار بدیم. این یعنی خوشحالی ما وابسته به فاکتورها و نظرات بیرونی هست که یک روش باثبات و خوشحال کننده برای زندگی ما نیست. به همین ترتیب وقتی که ما همش دنبال ترفیع توی شغلمون و افزایش درآمدمون هستیم، معمولا بهایی که براش میپردازیم اینه که چیزهای به ذات معناداری مثل روابط و وقت گذروندن با کسایی که دوستشون داریم رو فدا میکنیم. کلید ارتباط مجدد با ارزش‌های معنادار اینه که از انگیزه‌های خودمون آگاه باشیم و همیشه از خودمون بپرسیم که کجا داریم زمان و پول خودمون رو خرج میکنیم. این کمک میکنه که روی چیزهایی تمرکز کنیم که واقعا برامون معنادار هستن. جالبه بدونید که تیم کسر خودش واقعا این نتایج رو قبول کرده و رفته یک زمین توی جای خلوت گرفته و با خانواده خودش اونجا زندگی میکنه. زندگیش هم به باغبونی، فعالیت‌های مدنی، کار داوطلبانه و چیزایی میگذره که زندگیش رو غنی میکنه. دلیل چهارم افسردگی قطع ارتباط ما با آسیب‌های بچگیمون هست. در طول سالها صحبت بسیاری درباره اپیدمی چاقی شده. این صحبت‌ها معمولاً حول فراگیری عادت‌های غذایی بهتر و ورزش بیشتره، اما چیزی که اکثراً بهش اشاره نمیشه نقش افسردگی هست و تأثیری که آسیب‌های روحی ما روی چاقی و البته افسردگیمون میذارن. توی دهه 1980 دکتر وینسنت فلیتی یه تحقیق بسیار قابل توجه درباره چاقی کرد که نشون داد قطع شدن ارتباط ما با آسیب‌های روحی گذشته میتونه به چاقی منجر بشه. البته هدف دکتر فلیتی یه چیز دیگه بود. اون می‌خواست ببینه که آیا رژیم افراطی و شدید میتونه به آدم‌های چاق کمک کنه که سریع و امن وزن کم کنن. اول آزمایش نتایج خیلی خوب بود. زنی به اسم سوزان تونست از 408 پوند به 132 پوند برسه. اما وقتی که دکتر فلیتی دید که سوزان و بقیه آدم‌ها خیلی سریع دوباره اضافه وزن پیدا کردن، غافلگیر شد. پس چون حس کرد که ماجرا چیز دیگه‌ای هست، شروع کرد به صحبت با شرکت کننده‌های آزمایش درباره زندگیشون. اون شوکه شد وقتی فهمید که 55% از این آدم‌ها توی گذشته خودشون از نظر جنسی مورد سوء استفاده قرار گرفتن و دقیقاً بعد از این اتفاق بوده که شروع کردن به وزن اضافه کردن.
مثلا سوزان دقیقاً بعد زمانی وزنش بیشتر شد که توسط پدر بزرگ خودش مورد تعارض جنسی قرار گرفته بود. اونم فقط توی 11 سالگی. اما چرا باید این آدم‌ها اضافه وزن پیدا کنند؟ بعضی از شرکت کننده ها دلیل این موضوع رو اینطور توضیح دادن: اضافه وزن باعث میشه نادیدت بگیرن. یعنی وقتی چاق هستی احساس امنیت میکنی چون مردهای دیگه خیلی به توجهی ندارن. دکتر فلیتی برای اینکه بهتر از ماجرا سر در بیاره اومد و دایره تحقیق خودش رو بسط داد و 17,000 نفر از اهالی ساندیگو رو بررسی کرد. چیز دیگه که از این تحقیقات فهمید این بود که هر چقدر کودکی تو پر از تروما باشه شانس افسردگی تو هم بیشتره. بر اساس این تحقیق سوء استفاده احساسی تاثیرگذارترین عامل هست، حتی بیشتر از سوء استفاده جنسی. این نتایج هم برای ژورنال‌های پزشکی و هم آژانس‌های سلامت عمومی غافلگیر کننده بود، چون که یک ضربه دیگه به این باور عمومی بود که افسردگی یک اختلال ذهنی هست. این تحقیق نشون داد که سوال درستی که باید بپرسیم این نیست که مشکل چیه، بلکه باید بپرسیم در گذشته چی شده. وقتی آدم‌ها آسیب‌های روحی گذشته رو به رسمیت میشناسن و در موردش صحبت میکنن، میتونن با این وقایع سخت زندگی خودشون دوباره متصل بشن و اینجوری بتونن واقعا از اونها عبور کنن. خود نویسنده کتاب هم توی گذشته خودش تروما داشته و میگه توی بچگی با یک کابل برق مورد سوء استفاده قرار میگرفته و خفه میشده. اما وقتی که این موضوع رو قبول کرده تونسته این حس که لایق اتفاقهای بدی بوده که براش افتاده و خودش مقصر اونها بوده رو کنار بذاره. پنجمین عامل افسردگی قطع ارتباط ما با جایگاه و احترامه و ششمی هم قطع ارتباط ما با طبیعته. دلیل علاقه دانشمندها به حیوان‌هایی مثل شامپانزه فقط جذاب بودن یا هوش اونها نیست. این حیوان‌ها نیاکان ما به حساب میان و با نگاه کردن به اونها میتونیم چیزهای زیادی درباره ذات انسان یاد بگیریم. مثلا با نگاه به شامپانزه ها ما میتونیم اهمیت جایگاه و احترام رو درک کنیم و بفهمیم که چطور نداشتن اونها میتونه باعث افسردگی ما بشه. شامپانزه ها یک سلسله مراتب سفت و سخت دارن. شامپانزه نر آلفا میتونه غذای هر کی خواست رو بگیره. نفر دوم میتونه از نفر سوم غذا بگیره و به همین ترتیب تا میرسی به اون شامپانزه بدبخت آخر. وقتی که محقق به اسم رابرت ساپولسکی سطح کورتیزول شامپانزه ها رو تست کرد، فهمید که اون بیچاره هایی که ته هرم غذایی بودن استرس و اضطراب وحشتناکی میکشیدن. شامپانزه آلفا هم وقتی توسط یه شامپانزه دیگه به چالش کشیده میشد استرس زیادی میکشید. باید بگیم که توی ما انسان هم همینطوره. چیزای مختلف میتونن به ما این حس رو بدن که پایین‌تر از بقیه هستیم. مثلا تبلیغاتی که به ما میگن بدون پول هیچی نیستیم، چون نمیتونیم بهترین گوشی روز رو بخریم، یا اینکه بدن ما خیلی با بدن ایدئال فاصله داره. تحقیقات همچنین نشون داده که هر جا فاصله طبقاتی بیشتر باشه، مثلا کشوری مثل آمریکا، میزان افسردگی آدم‌ها بیشتر از جاهایی هست که آدم‌ها بیشتر به هم نزدیکن، مثلا نروژ. این ما به عنوان یک جامعه هستیم که تصمیم میگیریم یک محیط پر استرس و افسرده کننده با سلسله مراتب سفت و سخت ایجاد کنیم، یا محیطی که جایگاه و احترام بیشتر به مساوات بین آدم‌ها پخش شده. یه مورد دیگه از افسردگی که توی شامپانزه ها میشه دید قطع شدن ارتباط اونها با طبیعته. یه محققی به اسم ایزابل بهین که حدوداً از 20 سالگی روی طبیعت ذات انسان تحقیق کرده و دیده که چطور شامپانزه ها توی حیات وحش با استرس و اضطراب کنار میان. وقتی که شامپانزه ها دیگه به خودشون نمیرسیدن و از بقیه جدا مینشستن، مشخصه که افسرده شدن. اما وقتی که از طبیعت جدا میشن، شرایط خیلی بدتر میشه. اونقدر خودشون رو میخارونن که خون بیاد، جیغ میکشیدن و همش روی دستهاشون تاب میخوردن. باید بدونیم که طبیعت برای ما انسان‌ها هم مهمه. تحقیقات نشون داده که کسایی که توی محله‌های سرسبزتر زندگی میکنن کمتر استرس و ناراحتی میکشن. بودن توی طبیعت میتونه افکار وسواسی ما رو از بین ببره و تمرکز ما رو بیشتر کنه. توی یه تحقیق اومدن 2 دسته از زندانی‌ها رو بررسی کردن. کسایی که به طبیعت دید داشتن و کسایی که دیوار آجری دیدشون رو کور کرده بود. جالبه بدونید اونایی که طبیعت رو می‌دیدن 24% احتمال مریض شدنشون کمتر بوده، هم از لحاظ فیزیکی و هم روحی. هفتمین دلیل افسردگی قطع ارتباط ما با آینده امیدبخش و امنه.
اگر که یه دوره افسردگی توی زندگی داشتی، به احتمال زیاد حس می‌کردی که قرار نیست تموم بشه. این یکی از ویژگی‌هایی هست که باعث میشه افسردگی خیلی قدرتمند باشه، چون نمیتونی فرای اون رو ببینی. این جور ناتوانی برای دیدن آینده ارتباط مستقیم با قطع شدن ارتباط ما با احساس امید و امنیت داره. یکی از دلایل اصلی که ما احساس ناامیدی درباره آینده می‌کنیم اینه که ارتباط ما با حس کنترل داشتن روی سرنوشت خودمون قطع میشه. توی کانادا یک اپیدمی خودکشی بین جوامع بومی آمریکایی اتفاق افتاد. وقتی که روانشناسی به اسم مایکل چندلر به بررسی دلیل این موضوع پرداخت، فهمید که این خودکشی‌ها در بین مقیمان محیط‌های تحت کنترل دولت بوده. یعنی اجتماعایی که توشون دولت مدرسه رو کنترل می‌کرده، قوانین رو زور می‌کرده و هیچ کنترلی به مقیم‌ها نمیداده. چندلر همینطور متوجه شد که بعضی از این مقیمان تونستن زمین خودشون رو پس بگیرن. توی این جوامع برخلاف قبلی خود بومی‌های آمریکایی بودن که انتخابات، پلیس، خدمات درمانی و غیره رو کنترل می‌کردن و حتی میتونستن زبانهای بومی خودشون توی مدرسه درس بدن تا احیا بشن. چندلر متوجه شد که این آدم‌ها کنترل سرنوشت خودشون رو به دست دارن و اپیدمی خودکشی اینجاها اتفاق نمی‌افتاد. قطع ارتباط ما از حس امنیت یک فاکتور قدرتمند دیگه است که روی سلامت ما تاثیر میذاره. بذارید یه مثال دیگه از کانادا بزنیم. توی سال 1973 شهر مانیتوبا از ایالت دافین مرکز یک آزمایش بود که به آدم‌هایی که حداقل حقوق برابر با $19,000 در سال به پول الان میدادند. این آزمایش روی سال 1979 توسط یک دولت محافظه‌کار جدید متوقف شد که از این ایده خوشش نمیومد. اما 1800 جعبه پر از اطلاعات درباره این آزمایش هنوز موجوده. این اطلاعات نشون میده که فقط توی 3 سال آمار کسایی که دنبال کمک پزشکی برای اختلال رفتاریشون بودن 9% کاهش داشت. مردمی که اون موقع اونجا زندگی میکردن هنوز یادشونه که چطور این پول برای این شهر کشاورزی حکم یک بیمه رو داشت. شهری که سرنوشتش بیشتر از همه چیز به محصولش بستگی داشت. وقتی که این حقوق‌های اتوماتیک شروع شدن، مردم دیگه کمتر درباره آینده بچه‌هاشون نگران بودن و میتونستن از این پول برای دسترسی به تحصیلاتی استفاده کنن که در حالت عادی از پسش بر نمی اومدن. به بیان دیگه این حداقل حقوق اتوماتیک به مردم کمک کرده بود که دوباره با حس آینده داشتن و کار معنادار خودشون ارتباط بگیرن. ژن‌های ما و تغییرات درون مغزمون دلیل آخر برای افسردگی هستن، اما تاثیرشون محدوده. هرچند که شواهد زیادی علیه این داستان وجود داره که افسردگی ما تحت تاثیر عدم تعادل شیمیایی درون مغزمون هست، اما این به معنی اون نیست که هیچ فاکتور بیولوژیکی توی افسردگی تاثیر نداره. مغز شما همش در حال تغییره. توی جهان علمی به این اتفاق به اصطلاح میگیم نوروپلاستیسیتی. گاهی هم ممکنه تغییرات مغز به نحوی باشه که باعث تشدید افسردگی بشه. ما میتونیم شواهد نوروپلاستیسیتی رو همیشه اطراف خودمون ببینیم. مثلا وقتی که شما یک راننده تاکسی باشید که لازم خیابون‌های شهرش رو بشناسه، اون بخش از ذهن که کار شناخت فضاست قوی‌تر میشه. به همین ترتیب اگر شما زمان بیشتری رو با افکاری مثل ترس و افسردگی به جای خوشی و لذت بگذرونید، بخشی که مربوط به احساسات مثبت هستن تضعیف میشن و اون بخشی که با افکار منفی گره خوردن قوی میشن. شاید شنیده باشیم که افسردگی توی یک خانواده ارثی هست که ربط به ژن‌های ما داره و محکوم هستیم که مثل اقوام افسرده خودمون زجر بکشیم. اما این حرف یعنی به طور برجسته ایجاد واقعی ژنتیک رو زیادی ببینیم. تحقیقات نشون میده که ژن‌ها فقط مسئول 37% از موارد افسردگی هستن. برای اینکه دید بهتری پیدا کنید، باید بگیم که قد شما 90% تحت تاثیر ژن‌هاتون مشخص میشه و وقتی بحث زبان شما باشه این تاثیر به 0 میرسه. پس وقتی بحث دلیل افسردگی باشه، ژنتیک نقش تقریباً کوچیکی بازی میکنه. محقق‌ها فکر می‌کنن که چندین دلیل وجود داره برای اینکه آدم‌ها ممکنه به این ایده بچسبند که دلیل بیولوژیکی برای افسردگی وجود داره. یکی از این دلایل کسر شأنی هست که از بابت افسرده بودن به وجود میاد. پس وقتی که کسی در مورد حالتون ازتون میپرسه، معمولاً راحت‌تر و ساده‌تره که این زجر و درد خودتون رو به بیولوژی ربط بدید تا ترکیب چند فاکتور در زندگی. تجویز اجتماعی شدن یه راه حل دیگه است که آدم‌ها رو به هم دیگه و به کار معنادار ربط میده. تا وقتی که لیزا با دکتر اورینگتون آشنا شد، از کارش به عنوان یک پرستار توی بیمارستان لندن استعفا داده بود. بعد از اینکه از بدرفتاری همکارای خودش با مریضای بخش روانی شکایت کرده بود، همکاراش علیهش شده بودن و کاری کرده بودن که شغلش غیرقابل تحمل بشه. لیزا خودش توی یه خانواده بزرگ شده بود که به شدت بهش گیر میدادن. پس دیگه نمیتونه زورگویی توی محیط کار رو تحمل کنه. پس یه روز دیگه سر کار نرفت.
توی همین موقع ها بود که لیزا شروع به مصرف قرص پروزک کرد. قرصی که باعث اضافه وزن شد. برای 7 سال بعد لیزا همچنان درباره خودش احساس وحشتناکی داشت و فقط برای خرید حلووله از خونه بیرون میرفت. بعد از اون یه روز رسید که جرأت این رو توی خودش پیدا کرد که نصیحت دکترش رو گوش کنه و به یک کلینیک توی شرق لندن سر بزنه که توسط دکتر سم اورینگتون اداره میشد. این دکتر به جای اینکه بهش داروهای بیشتری تجویز کنه، بهش یک تجویز اجتماعی داد که شامل این میشد که با گروه‌های کوچیکی از آدم‌های ارتباط از دست داده دیگه کار کنه تا یک بخش از بیابون لندن رو تبدیل به یک باغ کنن. اوایل همه کمی شک و تردید داشتن و در مقابل همدیگه کمی گارد داشتن، اما همه قبول کردن که این چالش رو قبول کنن و همراه همدیگه اصول پایه باغبونی رو یاد گرفتن و فهمیدن که چطور میشه یک زمین رها شده رو درست کرد. توی همین فرایند اونها کم کم سفره دلشون رو برای هم باز کردن و متوجه شدن که خیلی چیزهای مشترک دارن. لیزا هیچ وقت نمیتونست حدس بزنه که زندگیش مشابه یک مرد مسن آسیایی باشه، اما این مرد هم دقیقاً تجربه زورگویی توی محیط کار رو داشت. اینکه تونستن کاری کنن که باغشون گل بده و مردم محله ازشون تشکر کردن، حسابی احساس رضایت درونشون ایجاد کرد. در نهایت لیزا قرص پروزک رو کنار گذاشت. 62 پوند وزن کم کرد و به بالاست رفت تا برای خودش یک مرکز باغبونی باز کنه. اما همه اینها اتفاق نمیافتاد اگر که این تجویز اجتماعی رو از دکتر اورینگتون دریافت نمی‌کرد. بعضی داروهای روانگردان میتونه به آدم‌ها کمک کنه که ایگوی خودشون رو کمرنگ کنن و لذت همدلانه رو تجربه کنن. یکی از نشونه‌های افسردگی چیزی است که روانشناسی به اسم فرد برت به اون میگه اعتیاد به خودمون. ما نمیتونیم راه خروجی پیدا کنیم چون بیش از حد درگیر خودمون هستیم و ایگو ما کورمون کرده. در واقع با این حس که خیلی مهم هستیم احاطه شدیم. برای اینکه ایگو رو دیزالو کنیم و شروع کنیم چیزها رو متفاوت دیدن، یک نوع دیگه از دارو هست که به خیلی از آدم‌های افسرده کمک کرده. توی دانشگاه جان هاپکینز روانشناسی به اسم بیل ریچارد داشته تاثیرهای سیلوسیبین که یک نوع روانگردان هست رو بررسی می‌کرده که توی خیلی از گونه‌های قارچ به طور طبیعی پیدا میشه. نتایج آزمایش‌های ریچارد خیلی امیدبخش بود. بعد از 3 جلسه که توی اونها بیل با دقت بیمارهاش رو در مسیر این تجربه هدایت می‌کرده، 80% از اونها گفتن که این یکی از 5 تجربه مهم زندگی اونها بوده. نتایج نشون میده که سیلوسیبین میتونه به آدم‌ها کمک کنه که آسیب‌های روحی قدیمی رو به رسمیت بشناسن و از اونها عبور کنن، با طبیعت ارتباط بگیرن، ایگوی خودشون رو کنار بذارن و فرای مشکلات خودشون نگاه کنن و آینده‌ای پر از امکان رو ببینن. به نظر عالی میاد نه؟ اما این مسیر مشکلات خودش رو هم داره. یک مشکل اینه که مزایای این درمان باید به صورت فعالانه حفظ بشه. وقتی آدم‌ها دوباره به زندگی روزمره خودشون برمیگشتن، ممکن بود که تمام این مزایایی که قبل‌تر گفتیم یادشون بره. یک رویکرد کم ریسکی که تاثیرش نشون داده شده، شامل مصرف دارو میشه. خیلی از بینش و بصیرتی که آدم‌ها طبق گزارش‌ها از طریق تست‌های سیلوسیبین به دست آوردن، گروهی تونستن از طریق مدیتیشن عمیق به دست بیارن. این کار نیاز به نظم و تمرین داره، اما مدیتیشن میتونه به شما کمک کنه که خوشحالی همدلانه رو توی خودتون پرورش بدید که خب خودش به درمان افسردگی کمک میکنه. خوشحالی همدلانه یعنی اینکه برای دیگران خوشحال باشیم، درون خودمون رو از حسادت خالی کنیم، با پرورش احساساتمون درباره آدم‌هایی که اطرافمون هستن، وجودمون رو نسبت به خوشحالی باز کنیم. شما میتونید این حالت رو با جلسات مرتبط مدیتیشن به دست بیارید. جلساتی که توشون شما همون خوشی و همدردی که برای کسانی که دوستشون دارید رو نسبت به غریبه ها تصور میکنید. با کمی تمرین و تکرار میبینید که تونستید یک حس خوشحالی و آرامش بالاتر رو تجربه کنید. حالا اگر بخوایم یک جمع‌بندی از حرفای کتاب داشته باشیم، باید بگیم که شرکت‌های داروسازی همیشه این داستان رو به خورد ما دادن که افسردگی به خاطر عدم تعادل شیمیایی توی مغزه، اما تحقیقات نشون دهنده مدارک کمی برای پشتیبانی از این ادعاست. 9 دلیل اصلی برای افسردگی وجود داره، از آسیب روحی و تنهایی گرفته تا نبود ارزش‌های معنادار توی زندگی. خوشبختانه ما 7 راه هم برای درمان خودمون داریم، از جمله قبول کردن این قطع ارتباط‌ها و فکر کردن مجدد به ارزش‌هامون. در نهایت پیشنهاد میکنم که شروع به تمرین مدیتیشن برای رسیدن به خوشی همدلانه کنید. چشماتون رو ببندید و تصور کنید که یک اتفاق فوق‌العاده براتون میفته. مثلا اینکه عاشق میشید. بذارید این خوشی درونتون رو فرا بگیره.
و تصور کنید که همین خوشی برای کسی اتفاق میفته که بهش اهمیت میدید. بذارید خوشی درونتون جریان پیدا کنه. بعد از اون تصور کنید که این اتفاق برای کسی میفته که خیلی نمیشناسیدش. باز هم بذارید خوشی درونتون جریان پیدا کنه. حالا تصور کنید همین اتفاق برای کسی میفته که دوستش ندارید. باز هم اجازه بدید خوشی به جریان بیفته. در نهایت تصور کنید که همین اتفاق برای کسی میفته که اصلا ازش خوشتون نمیاد. شاید کسی که بهش حسادت میکنید، اما اینطوری باز هم بذارید خوشی به جریان بیفته. اگر که هر روز 15 دقیقه این کار رو انجام بدید، احساس حسادت شما کم کم محو میشه و یک گنجایش جدید برای احساس خوشی و شادی درون شما ریشه میکنه و رشد میکنه.